بخش‌های مختلف برنامه امشب تقدیم حضورتون میشه با یک مهمانی که ما رو شگفت زده کرد در ابتدای برنامه. حرکت کن آقا، سمت راست حرکت کن. این شگفت زدگی سمت راست حرکت کن. آقا اینجا جای بعدی شما وایسادین و قربونتون برم. تخلف شما زیاد بوده. 1 میلیون تومان هم جریمه شماست. من عذرخواهی ان شاءالله که همیشه رعایت کنین، چیزا رو دلیل نمیشه. شما به عنوان یک هنرمند ببوسم. زنده باشین. قربون شما. اجازه من کلاه بردم تو چشت نره. من قربونتون برم. خیلی هم این کلاه پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خیلی باحاله با کت شلوار واقعا. بله این مدل جدیدشه. ببیننت اینجا میترکوننت با این کاری که کردی. حالا خواهیم دید. من کجا بشینم؟ بشین من معرفیت کنم. من رو زمین میشینم. خاکی با جون من اصلا امکان نداره. بشین تا معرفی چاق و درست حسابی بکنم. دوست خوبم. چطوری؟ قربون شما زنده باشی. خوش آمدی. خوبم. خیلی خوش آمدی. بسیار خوبی رو برات در نظر گرفتم. ان شاءالله که تو برام در نظر گرفتی. بالاخره خیلی مرام داری. دمت گرم. من معرفیت کنم. میریم به استقبال مهمان امشب برنامه مثلث. یک مهمانی در نوع خودش جذاب و فوق‌العاده به خاطر اینکه حسن ریوندی شاید از شبکه‌های تلویزیونی کم دیده شده، ولی اتفاقی افتاده در سطح مملکت با شوهای کمیک و خنده‌داری که اجرا میکنه. لبخند رو بر روی لبان میلیون‌ها ایرانی نشونده در سالن‌های مختلفی که در سطح کشور برنامه اجرا کرده و به عنوان بمب خنده ما امشب در این برنامه ازش یاد میکنیم. سلام خوش اومدی. با مردم سلام علیک داشته باش. سلام گرمی دارم خدمت همه هموطنان گلم، همشهریای گلم، شبکه پنجی‌ها که این برنامه عجیب غریب رو میبینن. برنامه‌ای که عنوانش مثلث هست و ما در کنار یک میز گرد و دایره‌ای شکل در خدمتتون خواهیم بود امشب. زنده باشی. میخوای دکمه کتتو وا کنی نفس تنگ نشه؟ من اینجوری راحتم. من کلا از این که باریکم خوشم میاد. چه ربطی داره دکمه کتم وا کنی باریکی؟ برنامه مثلث شما من یاد چیز جالب انداخت. بگو عزیزم. یه روز به هومن گفتم که این تابلو احتیاط که مثلث شکلم هست یعنی چی؟ به من گفت که معلومه، یعنی ما داریم به قطره چکان نزدیک میشیم. خیلی جالبه. افکار خاصی داره، من خوشم میاد. انسان من به هر حال توجه شما رو به تحصیلات بالایی که حسن ریوندی داره جلب میکنم که ازش پرسیدم تفاوت چراغ سبز و قرمز چیه، گفت در رنگشونه. از رنگ گفتین. خیلی جالبه که موهای سرتو رنگ کردی اما موهای پس گردن همچنان سفیده و اونا رو نتونستی رنگ کنی. حداقل اونا رو اصلاح می‌کردی. من برای شما اهمیت و ارزش زیادی قائلم. خب حسن یه مستند گزارشی برای ما تعریف کن از رانندگیت، از جایی که راه افتادی تا به اینجا برسی. از خونه تا اینجا؟ آره. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقای قشنگی افتاد. خودت رانندگی میکنی یا برات رانندگی میکنن؟ من معمولا گاتفادرم و عقب ماشین میشینم و از مناظر ترافیک لذت میبرم. رانندگی بلد نیستی یا نمیخوای رانندگی کنی یا دوست داری؟ رانندگی هم بلدم. خب چرا رانندگی نمیکنی؟ شما بلدی؟ من بلدم. بله. من رفته بود امتحان رانندگی بده. افسر بهش گفت که بزن دنده یک حرکت کن. گذاشت دنده عقب. با تعجب بهش گفت چرا همچین میکنی؟ گفت میخوام خیز بگیرم. من شما رو دوست دارم. خیلی بامزه بود. خوشم میاد ازت. میدونی یه هنرمندی هستی که نه تنها در عرصه اجرا به عنوان یک مجری تو برنامه‌های تلویزیونی موفقی، شما لطف دارید. همچنین توی کار کودک بسیار مجری موفق و توانمندی هستی، کما اینکه هموطنان گلم بازی بسیار قوی و قشنگ شما رو توی مجموعه پایتخت 3 دیدن و خیلی لذت بردن. از جمله خودم. خیلی تبریک میگم. آقا امشب قراره به خاطر تو باز میکنم. امشب قراره شما بدرخشید، بنابراین تعارف کنار بذارید. از من تعریف نکن. لطف داری. یک راه خیلی ساده پیش پات میذارم. یه مقدار از دوستان گریمور اکلیل بگه به صورتت بزن، همچین میدرخشی مثل شب. فدات بشم. ممنون. نمیتونم اینجا. نمیتونی. بیرون ان شاء الله. حسن داشتی میگفتی از موقعی که راه افتادی تا به اینجا رسیدی. داشتم میگفتم چند وقت پیش هومن جات خالی من یک سیستم صوت سوار شدم که روش یک ماشینم نصب کرده بودن. خیلی جالب بود. دیدی؟ بعضی از این ماشینا سیستم صوت هیولا، بعد ماشین انقدر اصلا هیچ سنخیتی با هم نداره. از فرهنگ رانندگی میخوایم امشب صحبت کنیم. آره حتما. از اینکه چطور میشه در سطح خیابون‌ها بهتر رانندگی کنیم و یه جوری بشیم که بنی آدم رو اعصاب یکدیگه نباشیم. آره باریکالله. دقیقاً. بنی آدم اعضای یک پیکر باشیم. دقیقاً. گلات شما رو شعرش اشتباه خوندی. بله. گفتی که بنی آدم اعضای یک پیکرن. بله قربان. تو گفتی بنی آدم اعضای یک دیگرن. یک دیگر نیست، یک پیکر. اینو یه مقدار بیشتر توجه من از اول برنامه شعر نخوندم. نه پشت صحنه برای من خوندی. حالا من برم یه سوال منو خوردی اشتباهی و قندت هم دهنی بود انداختی تو چای و من دیگه حالم به هم نتونستم چای رو بخورم. همه رو میخندونی و در زندگی هم آدم شوخی هستی،
قطعا اعضای خانوادت سهه میذارن بر این مطلب که تو آدمی هستی که دوست داری وقتی همه در کنار تو هستن از لحظه لذت ببرن و در کنار تو شاد باشن. بله. چقدر رانندگی رو جدی میگیری یا نه قوانین راهنمای رانندگی رو شوخی میگیری؟ به عنوان یک هنرمندی که مردم میشناسنت، برات احترام قائلن، قرار امشب حرفهایی از دهان تو زده بشه که همه جوونا، کسایی که